بسم الله الرحمن الرحیم. اسم محمد صادق، ولد باقیدار. مسکن اصلی ولایت میدان وردک، مسکن فعلی دشت برچی، نوع 13، امام جنرال حیدر. دیگه اینمی دمی خانه مدت 3 سال میشه که زندگی مونم. ماهی 3500 روپیه کرایه خانه میدیم و این از این پیش که دادم مدت 2 سال دادم، اینمی 8 ماه میشه کرایه خانه سر از من مانده. ماهی 3500 روپیه مانده و الا که می پیسه بیل یاو من مانده سر از من. دیگه نودار ناچارم دیگه اینی باچر رایمونم به خاطری که یک بگاهی پیسه یک پینان دانانه که کار من اسپندی من اونمو رو میره، اونمو رو خدا گفته خدا رو شکر که اونمو رو مخریم. من اینجا می قالین کارم قدمی باچه یک 2 دختر دارم قانزوا قتین می قالین کارنم دیگه خود ما کاری گرنگ نمیتونم. تکلیف گرده دارم. 2 سال 3 سال میشه که تداوی کردم، البته 5 6 سال پیش دیگه تداوی هم نکردم. تکلیف گرده دارم از کار گرنگ بخی ممانعت کردم مرا. یعنی می قالین کارنم قدرم زیاد تایی قالین ما کار منم 2 ماه یا 3 ماه یا 2 ماهی خلاص میشه، پیسه ازی خلاص میشه، خرج خانه میشه، از پیسه کرایه خانه باقی میشم. 8 ماه میشه کرایه خانه رو ندادم. دیگه اینمی ناگفتن نمونه که یک سیاست دارم. اینمی سیاست ما اینمی اول روزه که مریضه تا به حال مریضه پیش هر دکتری که بردم دوا کردم دنگله کردم تقریبا 60 70 هزار روپیه ما قرض کردم مصرف کردم دوا کردم نه یک کمک خوبتر شده و او مریضه دیگه در حال بعد او تو کارمار نمیتونه. دیگه اینمی حال می زندگی من 9 نفر نانخور دارم. یعنی توجه از شما میخوام که کمک همکاری با ما کنید.